با وجود این که ترتیب به قیدگیری سکوترها در قزاقستان از نیمه ماه ینور آغاز شده بود، بسیار صاحبان این نوع نقلیات تا لحظه آخرین انتظار شده و همین حالا از پی اجرای قراری نو شدند. صدها رانندگان در نوبتند. تعدادی از آنها الکی باری چندم از به اینجا می آیند. من از هفته گذشته کوشش دارم سکوترها را در قید گذارم. روز جمعه هفته پیش درخواست مرا رد نموده گفتند رقم ندارند. من در علامت‌ها ثبت نام شدم، برایم گفتند که هفته آینده بیا. حالا در نوبت ایستادم، میگویند رقم هست، منتظر باشید. گفتمانها عاید ضرورتی به شرکت‌داران کامل حقوق راه برابر کردن اسکوترها از قبل جریان داشت، از سبب آنکه پیش برای راندن این گونه نقلیات حجت لازم نبود. اکثر رانندگان قاعده ها را ویران می‌کردند. حادثه جنجال برانگیز اخیر در اربد الماتا رخ داد. در یک وقت 10 سکوتر از راه پیاده‌گرد گذشته آدمانی را که در آنجا می‌رفتند ترساندند. در جمعیت اسکوتر آنها گفتند که شرکت کنندگان چنین پایگاه همه دوستداران این نوع نقلیات، به خصوص آنهایی را که قاعده ها را رعایت می‌کنند، بدنام کردند. آنها به نفران زیاد زیان رساندند. فرض کردیم 100 نفر بودند، اما به 10,000 کس ضرر آوردند. حالا بیشتر اسکوترها در جریمه‌گاه‌ها نگهداری می‌شوند، چون که آنها از روی عادت حجت را برای استفاده سکوتر عکس گرفته و برای مشتریان بار می‌رساندند. حالا از آنها خودی حجت را می‌پرسند. خود ترتیبی به قیدگیری اسکوترها عادی است. برای این شرطنامه خرید و فروش، عریضه، حجت تفتیشی نقلیات و باج دولتی را باید سپرد که کمی بیشتر از $20 را تشکیل می‌دهد. اما دادن رقم دولتی اکثر وقت با سبب از کار برآمدن سیستم خودکار طول می‌کشد. بیشتر رانندگان امیدوارند که مهلت ثبت نام را دراز می‌کنند. اما پلیس هنوز هیچ تغییراتی را پیش بینی نکرده است و میگوید که تا 5 اپریل باید رقم گرفته شود. در حال حاضر پس از گرم شدن هوا در شهرهای الماتا طلبات به ثبت سکوترها زیاد شده است. به این دلیل حالا تقریبا 4,000 سکوتر به قید گرفته شده است. هر روز تقریبا 300-400 عریضه برای به قیدگیری سکوترها قبول کرده می شود. مشکلی ها بودند، اما الکی برطرف گردیدند. پلیس هشدار می دهد که پس از 5 اپریل رانندگانی که ثبت نام نشده اند جریمه و سکوترهایشان به جریمه‌گاه برده می شوند. بعضی خطکشان ها الکی به نقلیات الکتریکی گذاشتند، چون قانون نو به چنین ماشین ها دخل ندارد. طبیعی است که رانندگان به ویران کردن قاعده ها ادامه خواهند داد و ظاهرا مقامات برای پر از بین بردن مشکلات دست نخواهند یافت.